این دو نون از یک خمیر شروع شدن، اما برای رسیدن به این نتیجه همه چیز از انتخاب مواد اولیه شروع شد. ترکیب 70% آب پنیر و 30% آب. همه چیز از همینجا شروع شد. حالا وقت یه اتولایز سرد 5 ساعته بود. استارت 1 برابر 2 برابر. بعد از 5 ساعت اتولایز سرد خمیر این ساختار رو پیدا کرد. اینجا خمیر زندگی خودش رو نشون میده. حالا هر دو آماده پخت بودن. در این آزمایش تقسیم خمیر تأثیر محسوسی بر ساختار نهایی نداشت.